خب حقیقتش اگه بخوام از بزرگترین دغدغه‌ای که چوپکس تجربه کرده صحبت کنم، باید برگردیم به سال 90. سال 90 8 سالی از فعالیت چوپکس گذشته و ما هنوز دور خودمون داریم میچرخیم دنبال مشتری و بازاریابی و غیره. جنس چوب پلاست رو هیچ کسی نمیشناسه. وقتی میگیم چوب پلاست میگن چیه، مصرفش کجاست، تا بخوای توضیح بدی و قانعشون کنی کلی زمان برده و عملا ما داریم فقط دور خودمون میگردیم و سهامدارا فقط دارن سرمایه تزریق میکنن جهت اینکه این کارخونه رو پا باشه. ولی سال 90 اتفاق خیلی خوبی برای مجموعه چوپکس میفته و اون اتفاق اینه که ما تونستیم یک قراردادی به ارزش 2.5 میلیون دلار با یه ارگان دولتی جهت تولید پالت ببندیم. حالا این خبر خوب همه جا پیچیده و ما آقا بسیار خوشحال که به به یه قراردادی بستیم که اصلا شرایط ما رو عوض میکنه و ما بسیار خوشحالیم که شرایطمون عوض شده، یه قرارداد بزرگ بستیم و دیگه از اون حالتی که بخوایم دنبال مشتری کوچیک و خرد باشیم یه مشتری خیلی جدی پیدا کردیم. ولی اینکه حالا همین قرارداد خیلی خوب میشه پاشنه آشیل چوپکس، میشه اون کاووسی که شاید 2-3 سال من دیگه الان ازش آزاد شدم و نمیبینم این کاووسو. اتفاق به این شکل جلو میره. ما 50% رقم رو به حدود 1 میلیون دلار رو پولو میگیریم و به عنوان پیش پرداخت کار رو شروع میکنیم. اینا یه حدود تاریخ مثلا تابستون سال 90 اون حدود دلار 1000 تومنه. شرایط همه چی خوبه، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، همه چی خیلی خوب و خوشحال و همه چی عالی. تا اینکه میرسه ایام شب عید ما مثلا 20% اون موضوع قرارداد رو انجام دادیم و تونستیم پالت ها رو تحویل بدیم. اوایل اسفند ماهی که تلفن زنگ میخوره و میگن که کارخونه دچار آتش سوزی شده. این اتفاق تو اون حینی که ما داشتیم سعی میکردیم که بیشترین تیراژ تولید رو داشته باشیم، حجم زیادی از گرانول در کارخونه بوده که متاسفانه این حجم زیاد از گرانول باعث ایجاد تصعید گاز و انفجار بسیار شدید وحشتناکی توی نیمه شب یک جمعه میشه که خدا رو شکر هیچ نیرویی تو اون کارخونه نبوده، به شکلی که سقف کارخونه کلاً پرتاب میشه و همه ماشین‌آلات میسوزن. حالا شما فکر کنید که ماشین‌آلات همه ایتالیایی، قیمت زیاد، هزینه حداقل هولوش 2 میلیون یورو ماشین‌آلاتون سوله بود متاسفانه که همه دچار سوختگی میشن. حالا این عید ماست که سال 91 قرار ما بریم تعطیلات و خوش بگذرونیم و اینا. این عید ما شده حالا یک سوگواری بزرگ، یه جورایی زانوی غم بغل گرفتیم که آقا حالا این همه سرمایه گذاری که از بین رفته هیچ، حالا ما جواب کارفرمای دولتیمون رو که 1 میلیون دلار بهش هنوز تعهد داریم و چی بدیم. حالا من اون موقع سنی نداشتم، اون موقع من سنم پایین‌تر بود. سهامدارا که میشن پدرم و دوستانش اون موقع تونستن خب خودشون رو کنترل کنن، با تجربه بودن، میان خودشون رو جمع جور میکنن و با ارسال ماشین‌آلات به یک واحد تولیدی در اون موقع تو مهاباد، ما همه ماشین‌آلات رو، حالا قالب‌ها اصولا از یه فولاد سختی هستن که خب تو اینا انفجار براشون اتفاقی نیفتاده، با ارسال این قالب‌ها به سمت مهاباد و اعزام نیروی کاری، حالا مدیر تولید، اپراتور، همه رفتیم براشون خونه گرفتیم مهاباد که بتونیم اون موضوع قرارداد رو از اون به بعد در اون واحد تولیدی انجام بدیم. خلاصه با کلی بدبختی و بیچارگی ما این کار رو انجام میدیم، میریم اونجا و شروع میکنیم به تولید. حالا شما فکر کن بعد مسافت، عوض شدن سیستم، حالا فرهنگی، انواع و اقسام مشکلات. میریم توی تولید. اون سال فجیع تورم اتفاق میفته، دلار از 1000 تومان شروع میکنه بالا رفتن، هر روز گرونتر شدن تا فکر کنم 4 تومن هم این دلار رفت بالا. یعنی قراردادی که قرار بود برای ما 25% سود داشته باشه تبدیل به 200-300% ضرر شد برای ما. سرتون درد نیارم، یعنی واقعا این یه فاجعه‌ای بودش که تو اون زمان ما رو به این فکر وادار کرد که فکر کنیم که فقط این قرارداد رو انجام بدیم و در کارخونه رو ببندیم و بریم به سمتی که فقط بتونیم این خاطره تلخ رو فراموش کنیم. خدا رو شکر اتفاقی که افتاد، سهامدارا خب به هر حال اون موقع چون که یک سیستم تولیدی دیگه‌ای داشتن که نقدینگی موجود بود و نقدینگی در جریان بود، از اون سیستم تولید تونستن به این ور پول تزریق کنن و اون قرارداد رو به هر شکلی بود ما انجام بدیم. انتهای سال 91 یا اوایل 92 ما تونستیم دیگه از شر این قرارداد خلاص بشیم و کاری که کردیم این بودش که خب دیگه اون فعالیتمون هم با اون واحد تولیدی در مهاباد قطع کردیم
و پدر بنده و سهامداراش که بسیار از این تجربه خسته بودن عطای چوب پلاست رو به لقاش بخشیدن و گفتن که ما به همون واحد تولیدی لوله بتونی و ورقهای سیمانیمون برمیگردیم و کاری که بود این بود که این لطف رو در حق من کردن که از امکانات تونستم استفاده کنم و بتونم اون برند رو به هر شکلی، یعنی یه جورایی ما تونستیم سروایو کنیم، اون مرحله رو به شکلی رد کنیم که دوباره بعد از 5-6 سال 96-97 ما دوباره تونستیم برگردیم رو پامون و برند چوپکس رو بتونیم هنوز سرپا نگه داریم. خدا رو خیلی شاکرم که به هر حال تونستیم این مراحل رو رد کنیم و عملا اون دوران سخت یه ذره استقامت بیشتر از حد به ما داد خدا و تونستیم این مراحل رو رد کنیم و الان باز خدا رو شکر برند چوپکس تونسته به اون منزلتی که جایگاهش هست برگرده و میگم اینا الان دیگه یک سری خاطراته که فقط ازش به عنوان یک خاطره خوش من یاد میکنم. تو اون دوران فاجعه‌ای بودش، ولی هر برندی مخصوصا وقتی به سن و سال میخوره از اینجور خاطرات توش زیاده و اون اسمی میمونه که این بتونه تو اون شرایط بتونه مدیریت بحران کنه و توی اون دشواری ها دست و پاشو گم نکنه، بتونه با راهکارهای مناسب بتونه این دوره رو رد کنه و به عنوان جبران ضرر در آینده باشه. فلسفه تولید محتوا در چوپکس استودیو به این شکله که ما داریم سعی میکنیم که بازار صنعت ساختمون رو بیشتر با این متریال و فرهنگ استفادهش آشنا کنیم، ولی کم بعضا لازمه که در مورد فرهنگ کاری هم صحبت بشه، چون فقط کار کردن به تولید کردن نیست، به اون حواشی و به اون جوانب کار هم برمیگرده که خیلی مهمه و خیلی از بیزینس‌ها شاید با دونستن این خاطرات و این تجربیات بتونن یه حس مشترکی در خودشون داشته باشن که بتونن در وقوع مشکلات مشابه با راهکارهایی به حل اون مشکل برن و بتونن مشکل رو حل کنن. امیدوارم حالا خروجی این چوپکس استودیو چیزی باشه که بتونه به شما مخاطب عزیز ما هم کمک کنه. ممنونم از شما.